حالا شده با کسی حرف بزنی ولی معلوم باشه انگار حواسش یه جای دیگه است، سر تکون میده، یه چیزی میگه ولی انگار واقعا نمیشنوه. حس بدی بهت میده نه؟ ولی یه سری آدما هستن که وقتی باشون حرف میزنیم انگار یه جوری جذبمون میکنن، ناخودآگاه میخوایم بهشون گوش بدیم. حالا چرا؟ چون بلدن که چطور ارتباط بگیرن. سلام، اینجا کلاودی ماینده، جایی که با هم یاد میگیریم چجوری با بقیه راحت‌تر ارتباط بگیریم، چجوری خودمون رو رشد بدیم و توی زندگی حس بهتری داشته باشیم. اگه اینو برات مهمه، جای درستی اومدی. خوشحال میشم که تا آخر ویدیو رو نگاه کنی. همونطور که اول ویدیو گفتم، یه سری از آدم‌ها هستن که خیلی راحت میتونن ارتباط بگیرن و بقیه هم دوست دارن باشون ارتباط داشته باشن، باشون حرف بزنن. حالا ما با رعایت یه چند تا نکته مهم میتونیم تبدیل به اون آدمی بشیم که بقیه دوست دارن باشون ارتباط برقرار کنن. اولین نکته گوش دادن فعاله. یعنی شنیدن واقعی، نه فقط اینکه منتظر نوبتت باشی که طرف حرفش تموم شد تو بیای حرف بزنی. یعنی طرف مقابل هنوز حرفش تموم نشده ولی ما توی ذهنمون بیایم جواب بسازیم، منتظر باشیم تا اون حرفش تموم که شد ما جوابشو بدیم. حالا چطوری بهتر گوش بدیم؟ خب تماس چشمی باید داشته باشیم. اگه هی سرمون تو گوشی باشه، دیدید مثلا یه سری سرشون تو گوشیه، بعد چند وقت یه بار نگات میکنن میگن آها خب این طبیعتا این پیامو به طرف میده که من دارم بهت گوش نمیدم. پس تماس چشمی خیلی مهمه. حالا اگه یه سریا هستن که از اینکه بخوان تماس چشمی بگیرن اذیت میشن، شما برای شروع میتونید به وسط بین دوتا چشم طرف مقابل نگاه کنید، اینجوری خودتون هم اذیت نمیشین. زبان بدنتون هم خیلی مهمه، اینکه سر تکون بدین، یکم رو به جلو خم بشین و حالا حرفایی مثل میفهمم چی میگی، آها، اینا باعث میشه که طرف فکر کنه که خب من دارم درک میشم. نکته دوم واضح و شفاف حرف زدنه. ابهام نذار، مستقیم بگو. خیلی وقتا ما توقع داریم که بقیه بیان ذهن ما رو بخونن، ولی در واقع کسی ذهن ما رو نمیتونه بخونه. اگه میخوایم درک بشیم باید راجع به اون موضوع حرف بزنیم. پس باید بیایم به جای اینکه کلی بگیم مشخص حرف بزنیم. مثلا به جای اینکه بگیم همیشه منو نادیده میگیری، بگیم دیروز وقتی درباره فلان چیز حرف زدم حس کردم بهم توجه نکردی. اگه میخوای یه درخواستی رو داشته باشی مشخصا اون درخواست رو بگو. یعنی به جای اینکه بگی تو باید بیشتر هوای منو داشته باشی، باید بیشتر حمایتم کنی، بیای بگی که خب من وقتی روز سختی دارم، وقتی حالم خوب نیست، دوست دارم که از طرف تو حمایت ببینم. مثلا شما از دوستتون ناراحتین، فقط بهش میگین که چقدر عوض شدی. خب این جمله میتونه باعث شه که طرف جبهه بگیره نسبت بهت. ولی اگه بیای بگی که چند وقت احساس میکنم که ما کمتر داریم هم حرف میزنیم، مثلا دلم برای اون صحبت‌های طولانیمون که مثلا میرفتیم بیرون حرف میزنیم تنگ شده و اینا، این طبیعتا جبهه رو میاره پایین‌تر و باعث میشه که بتونید حل مسئله داشته باشید، نه اینکه بخواید دعوا کنید با هم دیگه. نکته سوم زبان بدن مناسب. این که فقط کلمات مهم نیستن، حالت تو هم مهمه. مثلا لحن ما، حالت چهره ما، یعنی همون میمیک صورت و حرکات بدن هم بخش بزرگی از پیام رو منتقل میکنن. همونطور که گفتم باید تماس چشمی داشته باشیم ولی خیره هم نشیم، یعنی چند ثانیه نگاهمون رو تغییر بدیم دوباره بهش نگاه کنیم. کلا حواسمون به خودمون باشه که دست به سینه نشینیم، اخم نکنیم. حتی اگه کلماتمون هم خیلی مهربانانه و دوستانه باشه، طبیعتا با دست به سینه نشستن که طرف قرار نیست حس خوبی از ما بگیره. و خیلی مهمه که لحن صداتون رو متناسب با احساساتتون تنظیم کنین. اگه داری با یه هیجان خاصی داستان تعریف میکنی، صدا یک نواخت باشه، طرف حوصله‌اش سر میره. مثلا فکر کن یه نفر بهت میگه من بهت اهمیت میدم، ولی با صدای سرد و بدون لبخند. خب تو فکر میکنی داره الکی میگه، شاید هم واقعی باشه ولی حس اون صداقت رو ازش نمیگیری. نکته چهارم همدلی و درک احساساته. این که بیای بقیه رو درک کنی، قضاوت نکنی، چون همیشه مردم دنبال راه حل نیستن. بعضی وقتا فقط میخوان یه جورایی با حرف زدن خودشون رو خالی کنن، میخوان شنیده بشن، درک بشن، دنبال راه حل نیستن. حالا ما اینجا میتونیم چیکار کنیم؟ به جای قضاوت و نصیحت میتونیم فقط حس طرف مقابل رو درک کنیم. فکر کنید یکی راجع به استرسش میاد باهاتون حرف میزنه که راجع به یه موضوعی خیلی استرس داره و اضطراب داره و ناراحته. حالا ما بیایم بهش بگیم چرا انقدر استرس میگیری؟ بیخیال باش. خب طبیعتا این حس خوبی نداره. حالا به جاش بیایم بگیم میفهمم که این موضوع برات مهمه، داری اذیت میشی، میتونم درکت کنم.
قطعاً که این حس بهتری بهش میده، حس درک شدن بهش میده. شما تصور کنید وقتی دارید از ناراحتیتون حرف میزنید، ناراحتیتون شاید برای طرف مقابل کوچیک باشه، یعنی اون ناراحتی‌های بیشتر هم داشته باشه، اتفاقات بدتری هم تو زندگیش افتاده باشه و بیاد بهت بگه که اون که چیزی نیست. تو طبیعتا ازش ناراحت میشی و با خودت فکر میکنی که این چرا اینجوریه، چرا من درک نمیکنه، این مشکل شاید برای اون کوچیک باشه، برای من خیلی بزرگه. پس خیلی خوبه که ما بتونیم آدما رو درک کنیم. شاید اون شرایطی که برای ما اوکیه، شرایطی که برای ما حالا شاید پیش پا افتاده و آسون و اوکی باشه، برای دیگران شاید خیلی سخت باشه. حتما همیشه نباید برچسب بزنیم به آدما، قضاوتشون کنیم. گاهی وقتا هم درک کردنشون خیلی مهمتر میتونه باشه و خیلی میتونه کمک کنه ارتباطمون بهتر باشه با بقیه و حال کنن از این که بیان با ما ارتباط بگیرن، جای اینکه اینجوری از ما یاد کنن که فلانی که اصلا به حرفمون گوش نمیده. آخرین نکته کنترل احساسات در مکالمه است. اینکه نذاری احساساتت بیاد مکالمت رو خراب کنه. وقتی مثلا عصبانی یا ناراحتی یه حرفایی میزنی که بعداً پشیمون میشی. که مهمترین نکته اینه که وقتی میخوای ارتباط موثری داشته باشی باید یاد بگیری احساساتت رو مدیریت کنی. حالا چجوری احساساتمون رو کنترل کنیم؟ وقتی یه نفر میاد بهت یه حرف عصبانی کننده، استرس‌زا یا کلاً یه حرفی میزنه بهت که احساس منفی میاد بالا توی تو، باید قبل از جواب دادن یه نفس عمیق بکشی، چند ثانیه صبر کنی، بعد جوابشو بدی. اینجوری اون جواب عاقلانه تره و یهویی نیست که بخوای بر طبق اون احساساتی که به وجود اومده بخوای حرف بزنی و پشیمونی هم نداره طبیعتاً. اگه حس میکنی خیلی بحث داره شدید میشه، میتونی اون مکالمه رو بذاری برای بعدن. مثلا بهش بگی الان عصبانیم، بعدن میشه راجبش حرف بزنیم، الان نمیخوام راجبش حرف بزنم. و به جای سرزنش کردن از جملاتی استفاده کنی که اولش من داره. اینو تو ویدیوهای قبلی هم گفتم، خیلی مهمه. کلا اینکه مثلا به جای اینکه بگی تو همیشه بی‌فکری میکنی، مثلا بگی که من حس میکنم که تو این موقعیت به احساسم کم توجهی شده، میشه راجبش حرف بزنیم. خب حالا این 5 تا نکته‌ای که بهتون توضیح دادم از نکات اصلی بود، یعنی اگه همینا رو رعایت کنید خیلی واقعا نسبت به یه سری از آدم‌ها جلوین. ولی حالا تو ویدیوهای بعدی شاید بیشتر توضیح دادم، نکات بیشتری رو گفتم. در کل ممنونم که تا اینجا گوش دادین. اگه مشکلی در ارتباط با صدای من، ویدیوها یا محتوای چنل دارین حتما بگین که من در نظر بگیرم و اگه موضوعی هست که راجبش حرف نزدم و دوست دارین حرف زده بشه حتما توی کامنت ها بهم بگین. مرسی.